یک نگاه. یک نگاه. ساعتی با حشمت رئیسی در یک نگاه. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. آنچنان زیباست این بی بازگشت، که از برایش می توان از جان گذشت. با سلام و درود به بینندگان عزیز و گرانقدر. امروز پنجشنبه 7 فوریه 2013 میلادی مطابق با 19 بهمن سال 1391 خورشیدی است. از امروز در خدمت بینندگان عزیز خواهم بود با برنامه یک نگاه و کوشش خواهم کرد که نگاه متفاوتی نسبت به رویدادهای تاریخی ایران، مسائل فرهنگی ایران، مسائل سیاسی و اقتصادی و کلیه اون مسائلی که جامعه ایران با اون درگیر هست نظری انداخته باشه و به مرور زمان هر هفته با این دیدگاه در خدمت شما خواهم بود. اما چرا یک نگاه متفاوت؟ تولستوی بزرگمرد پهنه انسانیت سخنی داره با این مضمون: باید از گفتنی‌هایی سخن گفت که بسیاری مایل بگویند و بدانند، ولی شاید جرأت لازم رو برای ابراز اون نداشته باشند. به همین دلیل وقتی که نگاه نقادانه‌ای نسبت به تاریخ، فرهنگ و حتی سنت‌ها، آداب، رسوم، دین، آیین و بزرگان خرد و اندیشه داشته باشی، طبیعتاً با عکس العمل‌های ممکنه روبرو بشه و با توجه به اینکه فرهنگ نقد و نقادی در کشور ما شاید بشه گفت بسیار بسیار ضعیف است، این نظر قابل فهم هست که واکنش‌های متفاوتی رو بر بیانگیزونه. یکی از اون مسائلی که حساسیت برانگیز است رویدادی به نام انقلاب بهمن است که هنوزم بعد از 34 سال باز میبینیم که کاملا نگاه‌های متضادی نسبت به این رویداد دارن. وقتی که من به رویدادهای قبل از اون مراجعه میکنم باز هم همین گونه است که در مورد حوادث سال 41
کودتای 28 مرداد و یا کودتایی که روی کار آوردن رضا شاه در ایران شد و همینطور حوادث تاریخی در تمام ابعادش من میبینم که کاملا نگاه ها متفاوت، متضاد، خصمانه و نمیدونم این مسئله رو توجه کردی که چرا ایرانیا به اجماع نمیرسن در هیچ زمینه. اتفاقا همین مطلب رو در مورد حافظ، این شاعر برجسته که در مورد اون هر ایرانی با هر گرایشی چه چپ راست با مهر فراوان با این انسان برخورد میکنه، ولی وقتی که میان حافظ پژوهان، حافظ شناسان و علاقمندان به این انسان بزرگ نگاه میکنن، کاملا 180 درجه میتونه زاویه نگاهشون به حافظ اختلاف داشته باشه و داره. برخی اون رو مسلمان میدونن، استناد میکنن به 14 روایت که از قرآن داشته. حالا نمیدونم در زمان حافظ واقعا 14 روایت از قرآن وجود داشته یا نه. خود همین سوال حداقل ممکنه تخم شک و تردید رو در جامعه پیش بره و این رو تحقیق کنن محققین. به چه معنا 14 روایت؟ چرا 13 روایت نه؟ چرا 18 روایت نه؟ اساسا در اون زمان چین روایت هایی بوده. بگذاریم از این مطلب. بعضی اون رو شیعه اثناعشری میدانن و کتاب می نویسن و سعی میکنن ثابت بکنن که به اصطلاح قرآن چیزی جز بازتاب دهنده آیه های قرآن نیست و از این نظر فقط تلمیح کرده حافظ، یعنی لطیف کرده آیه های قرآنی رو، وگرنه مضمونان همون. کسی دیگه درست اثبات میکنه که یک زرتشتی تمام عیار بوده. سومی اثبات میکنه که یه میترائیسم تمام عیار بوده. چهارمی که حالا آقای شاملو باشه تمام اون بخشای مربوط به مدح شاهان هم عصر خودش حذف میکنه و اثبات میکنه احتمالاً یک آتئیست تمام عیار بوده و یا مسائل از این دست. میخوام این رو عرض کنم با یک پیده مشخصی به نام حافظ که در جبهه‌گیری های سیاسی هم هیچ دخالتی نداشته و به نام این حزب یا اون حزب، این گروه یا اون دسته هم وارد گود نشده، ولی باز میبینیم اختلاف نظرها بسیار عمیق و گسترده است در مورد تبیین یه شخصیت و یا شعر اون. این رو من میتونم بر اساس این رویداد در مورد فردوسی، این ملی ترین شاعر ما، هم باز این حالت هست. بعضیا اون رو مسلمان دو آتشی میدونن، بعضیا اون رو یک ناسیونالیسم تمام عیار و حتی بعضیا افراط میکنن اون رو در سطح یک نژاد پرست ارتقا میدن. این اختلافات، بعضی از دیوانهای شعر او 45,000 شعر داره، بعضیاش 100,000. آدم دچار شگفتی میشه که بیش از به اندازه حجم شاهنامه به اون شعر اضافه شده در دوران حیاتش، بعد از حیاتش، در صورتی که مشخص است که خودش شاهنامه وقتی تمام شد حداقل فردوسی در 3 نسخه این رو با دست خودش تدوین کرده و مثل حافظ که این ادعا رو میکنن بعد از مرگش هر کس آمده برای جمع آوری به اصطلاح اضافات و کمهای بهش اضافه کرده. میخوام این نتیجه بگیرم که متاسفانه تاریخ ما، فرهنگ ما نقد ناشده است و با این خصوصیات نمیتونیم به اجماع برسیم، حتی نسبت به حوادثی که همین چند سال پیش اتفاق افتاده. و همین دلیل وقتی که من به رویداد سال 57 نگاه میکنم، به عنوان مثال میگم، میبینم که خب همه چی رو ما باختیم. فرهنگ، اخلاق، به اصطلاح ترویج هولناک خرافات به صورت گسترده، پس زدن علم، دانش، معرفت، خرد و خب جان انسان بسیار ارزان شده. انسان حداقل قبل از انقلاب ارزشی داشت جانش. هر ماهی، چند ماهی که در یه محله انسانی فوت میکرد
چه به اصطلاح حادثه غیر مترقبه تلقی میشد. الان تقریبا تمام خیابانهای ما اسم کسانی است که مردن در همین 30 سال اخیر، حالا به نام شهید در جنگ یا شهید در صحنه داخلی و یا شهید و شهید. به همین دلیل میگه چه کسی میگوید که گرانی شده است، دوره ارزانی است، دل رو بودن ارزان، دل شکستن ارزان، دوستی ارزان است، دشمنی ها ارزان، چه شرافت ارزان، تن عریان ارزان، تن فروشی بسیار ارزان شده، آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزانتر. از رأس تا زیل مردم در فضایی قرار گرفتن که دروغ به یک ارزش تبدیل شده و فاجعه اینجاست که یک پدیده زشت و ناپسند به ارزش اجتماعی تبدیل بشه یا تحت عنوان دزدی به ارزش تبدیل شده و این کار بسیار سختی است که با پدیده دزدی مبارزه کرد، چون به ارزش تبدیل شده. فساد به ارزش تبدیل شده تحت عنوان این فرض زرنگ هست، یعنی دزدی، فساد، رشوه‌گیری و یا با به اصطلاح شیوه های به غایت پس فطرتانه ثروتمند شدن، این زرنگی تلقی میشه. نه، در این کشور به اصطلاح احتیاجی است به این که از طریق دانش، خرد، کارآورزی و اون پیداهای مثبتی که میتونه انسان انباشت ثروت و یا سرمایه بکنه، نه همه پس رفته. تولیدگری، اشتغال ایجاد کردن، اینا پس رفته. اونهایی که یک شبه میتونن از طریق تقلب، دزدی، قاچاق، هر چیزی پولدار بشن، اینا نمادها و سمبل به اصطلاح ارزش میشن تحت عنوان زرنگه. در صورت آبرو قیمت یک نان و دروغ از همه چی ارزانتر. قیمت عشق چقدر کم شده است، کمتر از آب روان، و چه تخفیف بزرگی خورده قیمت هر انسان. وقتی که انسان بی ارزش میشه، طبیعتاً این انسان رو به شکل زجرآوری هم میکشن و به عنوان مثال این کسانی که رؤسای دادگاه هستن، قاضی های دادگاه هستن، وقتی که حتی میخوان حکم اعدام یک بخت برگشته‌ای که حالا به هر دلیلی به اصطلاح به دلایل اجتماعی است که جرم تولید میشه، این رو دیگه حداقل علم امروز اثبات کرده بخش بزرگی از جرائم ناشی از ناهنجاری‌های اجتماعی است. به ندرت شاید کسی مثلا قاتل باشه، روانپریش باشه، دیوانه باشه یا یک بیماری روحی داشته باشه دست به این کار بزنه، ولی عموما تمام جرایم اجتماعی ناشی از ناهنجاری‌های اجتماعی است. با توجه به اینها دیگه حداقل از قرن 18 در اروپا روی این مسئله که مجرم رو نباید آزار داد توافق و اجماع بین المللی صورت گرفته. به همین دلیلم سعی میکنن حتی اگر در کشورهای حکم اعدام هست با کمترین آزار این انسان به اصطلاح جانش بگیرن، ولی در کشور ما تعمد دارن که وقتی انسان رو دار میزنن طناب رو بالا نگذارن، زیر گلوش بگذارن و به یک سمت بکشن تا به جای اینکه 3 الی 4 دقیقه این انسان جان بکنه و بمیره، 13 تا 14 دقیقه طول بکشه تا این رقص مرگ یک انسان رو در بالای دار این انسانهای روانپریش و بیمار به تماشا بشینن و لذت ببرن. جز این آدم نمیتونه چیزی دیگه استنباط بکنه. و چنین انسانهای روانپریشی که کلمه انسان رو آدم در اینجا به کار ببره یه مقداری برای من سخت است، گرچه اگر نام دیگه بذارم احتمالاً توهین به حیوانات میشه. قبلا این کار راحت میکردیم ولی الان خطر ناشی از
حمایت جمعیت دفاع از حیوانات انسان رو به این میکشونه که این کارم نکنه. نمیدونم اینا را چه نامگذاری میخوایم بکنیم. بعضی وقتا مفاهیم و واژه ها و نام ها در مقابل اون پدیده‌ای که آدم مشاهده میکنه واقعا ناکارآمده. مثلا کلمه بربر، کلمه وحشی، کلمات از این دست اون مجموعه رو چیز نمیکنه. خب وقتی که ما میبینیم که انقلابی که صورت گرفته طبق آمار رسمی و واقعی که از درون خود نظام بیرون میاد میگه 12% زنان متأهل ناچار به تن فروشی شدن. خب حالا این انسانی که از فقر، بدبختی و فلاکت با وجودی که متأهل هست تن به این کار میده برای نجات زندگیش، برای بقای خودش، خیلی عادی است. به همین دلیل میگن آنجایی که انسان فقیر و گرسنه دزدی میکنه هیچ عدم تعادل روانی نیست تو این کار. طبیعی انسان به خاطر غریزش وقتی که پای مرگ میاد دزدی میکنه، طبیعیه. و یا به اصطلاح آن کسی که خودکامه است، میل به قدرت مطلق داره، هی اینو جمع میکنه، باز این مریض نیست. مریض کسی است که گرسنه است، در حال مرگ دزدی نکنه. اون موقع روانشناسا میان میگن که این غریزه حیات در این مرده، این امر طبیعیه. و یا اون کسی که دیکتاتور چماق به هولناک ستم و استبداد و بر سرش میزنه عکس العمل نشون نمیده و بدتر از اون چماق استبداد رو میبوسه به عنوان امر مقدس، اینجا دیگه پای روانشناس میاد میگه که این بیماره، روان نژنده، مازوخیست داره یا مشکلاتی از این دست داره. وگرنه اگر کسی چماق زور ستم رو بر سر تو بکوبه عکس العمل تو امر طبیعی هست. به خاطر همین از عصر باستان گفتن که سکوت در مقابل ستمگر ستم دیگر است و یا عصیان در مقابل ستمگر امر طبیعی است. همه ادیان این رو تایید کردن، از افلاطون تا ارسطو تا زرتوش تا ادیان همه به اصطلاح با این پدیده مواجه بودن. این نظر من سعی میکنم در برنامه ها به مرور این ابعاد ناگفته شده و ناشناخته و یا بهتره بگم تندم نرم بگم من میشناسم، زاویه متفاوت، نگاه متفاوت رو با پدیده های اجتماعی برخورد داشته باشم تا شاید از این زاویه و از این طریق بتونیم با نگاه های مختلفی که به پدیده بیندازیم حقیقت مکشوف بشه، چرا که حقیقت از آن همگان است و هر کس زاویه ویژه و نگاه ویژه خودش رو به اون کره حقیقت داره. اگر فرض کنیم کره حقیقت به صورت کره مجسمش کنیم، آن کسی که پشت این زاویه هست و نگاه میکنه زاویه است که من نمیبینم و به همین دلیل این مجموعه نگاه ها حقیقت رو عریان‌تر میکنه. با این نگاه من سعی میکنم حداقل نگاه خودم رو به رویدادهای اجتماعی و سیاسی جامعه خودم، فرهنگی جامعه خودم متفاوت دنبال کنم. به همین دلیل وقتی که به رویدادهای سال 57 میرسم اینجا کاملا مشاهده میکنم که ملت ایران به دلایل گوناگون که سعی میکنم بشکافم از نظر روانشناسی در چه وضعیتی بود که به این خودکشی دست جمعی دست زد و خودکشی فرهنگی، خودکشی حقوقی، خودکشی سیاسی. مثل همین فرقه هایی هستن که چند سال پیش تو آمریکا رفتن جایی و دست جمعی خودکشی کردن. این نگاه مذهبی یا سکت گرایانه همونطور که انسان‌ها رو میکشونه به خودکشی فیزیکی که اتفاق افتاده، بیش از 900 نفر در آمریکا خودکشی دست جمعی کردن تو این سکت ها و گروه ها و باید روانشناسی این انسان‌ها رو درک کرد. چرا این کار میکنن؟ این مذهب چه به اصطلاح خصوصیات مسائل روانی رو تو این انسان‌ها
تزریق میکنه که راحت دست به کار میزنن. باید همین حالت رو در رویدادهای سال 57 دید، بررسی کرد. از یک طرف چه وضعیتی وجود داشته و از طرف دیگه نیروهایی که هدایتگر این جنبش اجتماعی بودن چه چیزهایی رو القا کردن، چه مدینه فاضله هایی رو القا کردن که ما بین سمت کشیده شدیم. در صورت در خدمتون هستم و ادامه میدیم. بله، در ادامه صحبت میخوایم بازنگری کنیم چه حادثه بنیادینی اتفاق افتاد که جامعه در مسیری کاملا متفاوت به حرکت در آمد و تاکنون هم این روند ادامه داره و پیامدهای خاص خودش رو هم برای جامعه ما برمغان آورده. شاید اگر من بخوام این مسئله رو با دقت بیشتر دنبال بکنم متوجه این امر هستم که در بنیادی ترین شکل ایمانگرایی بر عقلگرایی در کشور ما غلبه کرد و اگر در دوران رژیم گذشته در صورت با وجود تمام تنگناها و برخوردهای غیر دموکراتیک با عقل نقاد صورت می گرفت، ولی ارزشگذاری بسیار بالایی برای عقل ابزاری قائل بود. یعنی اگر کسی به مدارج عالی علمی در رشته فیزیک، ریاضیات، علوم مختلف، حتی علوم اجتماعی دسترسی پیدا می کرد، بر اساس این توانایی نخبه سالاری صورت می گرفت یا اون ساختار اقتصادی اجتماعی بر پایه چین عقلی سامان می یافت و پیش می رفت. انقلاب بهمن که صورت گرفت به یک معنا غلبه مطلق ایمان سالاری، ایمانگرایی بر عقلگرایی بود. اون زمانی که به آقای خمینی گزارش دادن که به علت نابسامانی ها، فضای رعب و وحشتی که ناشی از برخورد با تکنوکرات ها صورت میگیره و بسیاری از ایرانیان تحصیل کرده کشور رو ترک میکنن
و یک نوع فرار مغزها به صورت انبوه داره صورت میگیره، ایشون در اولین سخنرانی هاش خیلی رسمی آمد و گفت که میگویند مغزها فرار میکنن. آشکار گفت بگذار این مغزهای سفلیسی فرار کنن. بر باور اون علم آن نیست که در دانشگاه ها جریان پیدا کرد و تاریخ طولانی داشت. حداقل تأسیس اولین دانشگاه اگر دارالفنون رو در زمان امیر کبیر مبنا قرار ندیم، حداقل تأسیس دانشگاه تهران به عنوان یه دانشگاهی که بر اساس الگوی فرانسوی درست شد میتونه مبنای دانش قرار بگیره. از دیدگاه ایشون گفت که علم در حوزه های علمیه قم تولید می شود و به جهان صادر می گردد. یعنی این مرکز به اصطلاح دینی رو از دیدگاه اون که تولید کننده فقه و شریعت و به اصطلاح مسائلی از این دست هست رو به عنوان علم به رسمیت میشناخت. علوم انسانی، علوم به اصطلاح دقیقه، اینها را به رسمیت نمیشناخت، ضرورتش هم حس نمی‌کرد برای جامعه. به همین دلیل با بی‌پروایی هرچه تمامتر در همون اول انقلاب که میگفتن به اون کارشناسان امور اقتصادی که این وضعیت بخواد به این صورت پیش بره، چون نه کارگرها تن به کار میدن و نه کارمندا و عملا ادارات فلج داره میشه، این فضایی که به وجود آمده نظم و انضباط تولید رو از بین برده و میبایست اقدامات عاجلی صورت بگیره، وگرنه چرخه اقتصاد مملکت به اصطلاح کند خواهد شد، متوقف خواهد شد، یک نوع پسرفت صورت خواهد گرفت. ایشون با توجه به اون باورهاش که نسبت به عقل و علم داشت آمد اون جمله تاریخی و معروف خودش رو بیان کرد که اقتصاد مال خر است. حیرت زده شدن خیلی ها. این متوجه علم اقتصاد نیست، متوجه نیست که زیر پایه اجتماع از بد به تاریخ، از زمانی که انسان اجتماعی شد بر اقتصاد میچرخه. اقتصاد شکار بر ویژگی به اصطلاح تولید شکار هست. مرحله دوم در زمان بردهداری باز اقتصاد پایه است و همینطور در دوران فئودالیسم، در دوران سرمایه‌داری و مراحل مختلف. اگر این نباشه سامان اجتماعی به وجود نمیاد، اگر این نباشه تقسیم کار اجتماعی به وجود نمیاد و کلاً تمدن به وجود نمیاد. اگر اقتصاد رو از زیست انسان حذف بکنن که انسان برای بهتر زندگی کردن همواره در طول قرنها و هزارها تلاش کرده، ایشون با بی‌پروایی و گستاخی هرچی تمامتر بیان میکنه اقتصاد مال خر است و جمله نامفهومی که دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست، که از این جمله هیچ کسی چی نمیفهمه، به اصطلاح جزء ادبیات ایشون بودن. حالا با توجه به اینا وقتی که در انقلاب که دو سر داشت، یه سر که لیبرال ها به نمایندگی از آقای بازرگان اون رو نمایندگی میکرد و سر دوم که آقای خمینی و نیروهای طرفدار و اون سر دوم رو ایجاد کرده بودن، این انقلاب دو سر نزدیک 1 سال طول کشید. سر بازرگان و جناح اون سعی میکرد علم ستیز نباشه، سعی میکرد قانون گریز نباشه، سعی میکرد روابط بین المللی رو بپذیره، سعی میکرد که حقوق بین الملل رو بپذیره و سعی میکرد که یک نوع آرامش به نیروهای طبقه مدرن و ساختار مدرن، یک نوع اطمینان به اینها بده. ساختار ارتش، ساختاری که از رژیم گذشته به جا مانده بود و نیروی اجتماعی وسیعی هم در اون حرکت میکرد و به همین دلیلم شاید بشه گفت این سر که با این نگاه و با این چهره
به بیرون نگاه میکرد بسیاری را فریب داد. هم غربی ها را فریب داد، به خصوص آمریکایی ها را، که فکر میکردن این توانایی آن رو داره که به تنها سر این حرکت تبدیل بشه. طبیعتا آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم تلاش میکردن که این سر به اصطلاح استمرار پیدا کنه برای انقلاب. در داخل ایران هم بسیاری از نیروهای مدرن بر اساس این دید که با چنین سری روبرو هستن، خب یه مقداری دچار آرامش میشدن. اما اون سر واقعی که سر آقای خمینی بود، سر شریعت بود، ولی فقیه بود، آخوندها بود، اونجا کاملا در شورای انقلاب کمین کرده بودن که اون کارهای اولیه مرحله تثبیت رو به وسیله این سر صورت بگیره و خودشون بعد با قدرت وارد گود بشن. و به همین دلیلم به اصطلاح اون وقت در این مرحله بسیاری از نیروها فریب خوردن. میشه گفت ارتش اگر میدونست چنین سرنوشتی داره قطعا میجنگید. نیروهای طبقه متوسط اگر میدونستن به چنین سرنوشتی دچار میشدن قطعا مقاومت های بزرگتری میکردن. زنان همینجور، خلقهای تحت ستم ایران همینجور، و همه به صورت یک پارچه در مقابل این خطر حرکت میکردن. ولی این گذار اولیه که به مرحله سخت‌ترین مرحله هم از مرحله به اصطلاح تسخیر قدرت تا تثبیت قدرت، اینجاست که این گذار به این شکل انجام میشه. وقتی که آقای خمینی رجایی رو ترجیح داد و اون جمله معروفش گفت که این عقل نداره ولی ایمان داره و بر پای ایمان این رو من انتخاب میکنم، در حقیقت کسی رو انتخاب کرد که مرید و ارادتمند به روحانیت هست و تسلیم در مقابل روحانیت هست. این رو میشه با یک مریدی مقایسش کرد که با نگاه ملتمسانه به کانون قدرت و روحانیت نگاه میکنه و قطعا با صمیم قلب هم دست هر آیت الله و یا آخوندی رو با صمیم قلب میبوسه، چون جز باورهاش هست. یعنی مرید بودن در ذاتش هست. دیگه انسان مستقلی نیست، انسانی نیست که بر پای عقل و خرد خودش پدیده ها را ببینه و با کانونهای دیگه قدرت وارد جدل فکری بشه برای پیشبرد فکر خودش. از این مرحله ما وارد فاز جدیدی میشیم و یک نوع جهاننگری جدید به ترتیب مسلط میشه و برای تحقق این جهاننگری ملت ایران هزینه بسیار سنگینی رو پرداختن که اولین گام تسخیر دانشگاه ها توسط ایمانگرایان بود و به همین دلیل سازمان های دانشجویی که به وجود اومد که در اون دوره ها به نام سازمان تحکیم وحشت ازش نام می بردن، به تصفیه دانشگاه ها پرداخت که در این تصفیه ها بخش بزرگی از نیروهایی که به اصطلاح به عقل باور داشتن، عقل باور بودن، در سطوح مختلف از استاد دانشگاه تا دانشجویان و ایمان باور نبودن حذف شدن، دستگیر شدن یا شکنجه شدن، بعضی اعدام شدن و عموماً تصفیه شدن. همین پدیده رو ما در ادارات کارخانجات کاملا مشاهده میکنیم که بسیاری از تکنوکرات هایی که حداقل مذهبی به اون مفهوم ارزشی جدید که تظاهر و افراط در اون از ویژگی های اون هست، که افراطی ترین شکلش هم همین است که میرن جا مهر میچسبونن به خودشون تا اینجاهاشون کبود بشه و یک صورت به اصطلاح اخموی پیدا بکنن. حداقل خیلی از تکنوکرات های سابق اگر ایزد باور، خدا باور با بوده باشن و یا حتی مسلمان، از این نوع مسلمانی نبودن. تصفیه های گسترده صورت گرفت. یعنی صنعت ایران، مدیریت ایران فاقد سر شد، چون در صورت این مدیران تخصص داشتن، تجربه کاری داشتن و نشون هم داده بودن که توانایی مدیریت بخش صنعت ایران رو به خوبی دارن. این مسئله رو
در صنعت نفت کاملا میشد مشاهده کرد و تضمین داد که یکی از کارآمدترین شرکت‌های نفتی جهان بود و این رو همه میپذیرفتن. همین مسئله در صنایع دیگه هم بود. این بخش نه تنها تصفیه شد، رده‌های دوم اغلب کارگرایی که دارای تخصص خوب بودن و یا کارمندا و تکنسین هایی که تخصص خوب بودن حالا طوری شده بود که الزاماً جز انجمن اسلامی نبودن و یا مذهبی بو مفهوم نبودن. این هم نه تنها در بالا مدیریت این گونه آسیب جدی خورد، بلکه رده های پایین تر تخصص هم آسیب جدی خورد تا جایی که در یه پالایشگاه 600 نفری نزدیک 30 نفر رو اعدام کردن از کارگر و کارمند تا تخم هراس رو نهادینه کنن. و به همین دلیل هم مدیریت صنعتی کشور هم تحت عنوان انقلاب فرهنگی و غلبه ایمانگرایی بر عقلگرایی به اصطلاح فجایع گوناگونی رو به بار آورد. با این درک به اعتقاد من جهاننگری ایرانی ها یا حداقل کان و قدرت تغییر کرد. جهاننگری بسیار مسئله پر اهمیتی است که جهان رو چگونه میبینی، هستی رو چگونه میبینی تو. به خاطر که اهمیت این موضوع رو به اصطلاح تاکید کرده باشم که چگونه جهاننگری اروپایی تغییر کرد در ابتدا تا عقلگرایی حاکم شد، تا خرافه زدایی در دستور کار قرار گرفت، تا دفع کشیش از قدرت ادامه منطقی تغییر جهاننگرایی است. به همین دلیل هم هست که گفته میشه جواردنو برونو اولین شهید راه علم هست. حالا اگر قبل از اون سقراط رو در نظر بگیریم، حداقل در عصر مدرن، که معتقد است که کشیش و فیلسوف و کیهانشناس ایتالیایی، هم کشیش بود، هم فیلسوف بود، هم کیهانشناس بود. او به خاطر عقایدش که مخالف تعلیمات کلیسای کاتولیک بود، به حکم دادگاه تفتیش عقاید با موافقت پاپ کلمنت هشتم در شهر روم سوزانده شد. به همین دلیل برخی او را نخستین شهید علم مینامند. قابل توجه است که مایکل وایت بر اساس داستان زندگی برونو کتابی به نام پاپ و مرد مرتد نوشته، به فارسی هم برگردانده شده. و جرم چی بوده؟ خب برای نخستین بار گفته خورشید فقط یکی از ستارگان است. تمامی ستاره ها خورشیدهایی هستند در فاصله های بسیار بسیار دور، میتونن خیلی دور از ما قرار. یعنی اولین بار جهان رو بیکرانه اعلام کرد. جهان دینی جهان کرانمنده، افق اون حتی از منظومه شمسی اونورتر نمیره، ولی این اولین بار جهان بیکرانه رو مطرح کرد. و این جملات زمانی مطرح شد که زمین مرکز عالم بود و توسط خورشید گرم شد. بهشت بالای سر آدم بود در آسمان و ستارگان سوراخ‌هایی بودند که از طریق آنها نور بهشت به زمین میومد. این ستارگان تمام فقط در دیدگاه دینی چه نقشی رو داشتن که نور بهشت رو بمونن که ما رو وسوسه کنن چه جهان زیبایی است. اگر خورشید یک ستاره است، جهان بسیار بسیار بزرگتر از چیزی است که ما فکر میکنیم، پس بهشت نمیتواند بالای سر ما باشه. یعنی بر اساس استدلال عقلی به این نتیجه رسید که معنی نداره، چون جهانی که مطرح میکنه، جهان نگری که مطرح میکنه، معرفت شناسی یا اپیستمولوژی خاص خودش رو میاره. جهان ارسطویی نیست که، فیزیک ارسطویی بطلمیوسی نیست که به اصطلاح خورشید به دور زمین بچرخه و افق و طلوع و غروب خورشید با این دو پدیده اصلا معناهای متفاوتی داره. معرفت شناسی کاملا متفاوتی رو به وجود میاره و به همین مفهوم ساختاری جهان ارگانیک به هم میخوره. خدا بالاست، همینطور موجودات، ملائک، فرشتگان، پادشاه، پیغمبر، پادشاه و بعد همینطور این سلسله مراتب به هم میخوره.
جایگاه پاپ به هم میخوره، جایگاه شاه به هم میخوره، جایگاه همه چی به هم میخوره در این جهان غیر ارگانیکی که به اصطلاح آورده. پس بنابراین جهان نگری اهمیت کلیدی پیدا میکنه. و او گفته سیارات و انسان ها دیگر ممکنه تو سیارات دیگر انسان دیگه وجود باشه، حیات در جاهای دیگه ممکنه باشه بر اساس این فرضیه که الان علم میتونه تایید بکنه اینقدر بیکران هست که ممکنه. هیچ کس با قطعیت نمیتونه بگه نه. و به همین دلیل میگه خب این آقای مسیح فقط برای انسان‌های اینجاست، شاید انسان‌های با زیستمندی فراتمدنی و یا زیر تمدنی ما هم وجود داشته باشه. اینجا این سوالات کی میخواد پاسخ بده؟ یعنی تمام بنیاد دین به هم میخوره، یا حداقل اون ساختار اجتماعی، بهشت و جهنم، همین جملات برای دادگاه کاتولیک کافی بود تا حکم قتل اون و سوزاندن اون رو بدن. چرا این مطالب بیان میشه؟ به دلیل اینکه من میخوام بگم جهاننگری ایرانی یا حداقل کانون اصلی قدرت در انقلاب بهمن دچار این دگرگونی بنیادین شد. اگر به رژیم گذشته، سران رژیم گذشته، تکنوکراتا، علمگرایانی که بودن حداقل جهاننگری علمی رو قبول داشتن، جهان بیکرانه است، مفهوم به اصطلاح تکامل، به اصطلاح تکامل داروین رو اغلب قبول داشتن. قطعا آقای هویدا قبول داشت، قطعا اونها به اصطلاح هستی شناسی و انسان شناسی رو بر پایه پیدایش انسان اونطوری که در کتاب مقدس آمده از گل درست شده، گاهن میگن از خون درست شده، گاهن میگن از آب درست شده، که این سه روایت در کتاب مقدس هست. او خب اونا حداقل نظریه تکاملی داروین رو قبول داشتن. این جهان نگریشون با این جهان نگری متفاوت بود. حالا وقتی که ایمانگرایی غلبه کنه، حرف ایمانگرا، کلام ایمانگرا ارزشمند میشه، اصلا خودش تبدیل به ارزش میشه، ارزش اجتماعی میشه. اگر در رژیم گذشته دکتر، مهندس، علم ارزش اجتماعی بود، حالا خیلی هم ممکن بود درش غلو بکنن. دانستن یه زبان خارجی، دانستن به اصطلاح علوم مختلف ارزش بود. در جمهوری اسلامی با جهان نگری جدید معنای علم هم تغییر میکنه. وقتی که ایمان غلبه کنه، اون موقع حرف امام جمعه قوم هست که دارای ارزش بزرگ است و جامعه یا دولت یا حاکمیت هم به اون قیمت میده. بحث رو ادامه میدیم.
میخواهم اکنون تا سرگام بزانه افسردن در ادامه گفتار که چگونه ارزش جهانبینی که دیگرگون بشه، جهان نگری، سیستم ارزش ها هم، ارزش گذاری ها هم به اصطلاح تغییر خواهد کرد. میتونه یک ضد ارزش به ارزش تبدیل بشه. فی‌المثل به عنوان مثال اگر در گذشته در این سالهای رشد مدرنیسم در ایران به تدریج چند همسری تبدیل به یک ضد ارزش میشد که به اصطلاح فقط عناصر عقب مانده اجتماعی از این چند همسری دفاع میکردن، بعد تبدیل به یک ارزش شد و به اصطلاح یک امر رایج به یک ارزش، حتی یک ارزش تبدیل شد و هنوز هم ادامه داره. و یا اگر مثلا فرض کن ترویج خرافه یا اعتقادات خرافی به تدریج دیگه خریداری نداشت، یا حداقل اگر کسی هم این چین باورمندی هایی داشت نمیتونست بهش افتخار بکنه. ولی الان چنان متداول شده که طرف به اصطلاح یه امر کاملا 100% خرافی رو تبلیغ میکنه و بعد بهش هم افتخار میکنه و این رو یک نوع تقرب و نزدیکی با اون به اصطلاح ارواح ناپیدا میدونه و به ارزش اجتماعی تبدیل شده. تولید خرافه و تولیدات از این دست خریدار پیدا میکنه. وقتی که جهان نگری تغییر کنه، ایمان باوری حاکم بشه، حرفا و سخنان ایمانگرایانه خریدار میشه. برای اینکه این مطلب رو به اصطلاح آماری اثبات بکنیم، گفته میشه که امام جمعه تهران منبری 1,000,000 تومان میگیرد. اگر یه منبر 1 ساعت طول بکشد، هر دقیقه هم 70-80 کلمه حرف زده بشود و سخنران هم مثل آقای جنتی که معمولا عصبانی هم میشه و آدم حیفش میشه این اسطوره تمام عیار و مجسمه زنده این انقلاب بهمن رو آدم نگرانش کنه و اغلب هم عصبانی میشه، کلمات نظیر آن گردن کلفت رو به کار میبره. در صورت ریلکس هم باشه، بخواد حرف بزنه، نفوذ کلام هم داشته باشه، یعنی اینکه بتونه بر بینندش اثر بگذاره. از قرار کلمه حدود 208 تومان تا 238 تومان این جملات ارزش، کلمات ارزش داره. یعنی وقتی که میگه تحریم ها الطاف الهی هست یا اون امام جمعه موقت دیگر، نمیدونم چرا همشون هم موقتن، البته دلیلش هم روشنه، برای که پایتخت خلیفه باید امام جمعه اصلی باشه، ولی چون وقت نداره نایب میفرسته، به همین دلیل هم موقت میشن، چون این از صدر اسلام حق نثاری خلیفه است. یا اون آقای صدیقی میگوید پستانهای زنان وقتی که حرکت بکنه زمین دچار زمین لرزه میشه. مثلا این جمله، همین جمله به تنهایی ممکنه چند هزار تومان قیمتش باشه. یعنی ارزش گذاری روی چنین سخنانی صورت میگیره. حالا یک استاد حق التدریس که حالا رشته فیزیک، ریاضیات تدریس میکنه، ساعتی 4,000 تومان میگیره که کلماتش، کلمات علمی که به کار میبره، هر کلمه 8 ریال قیمتش است. البته این آمارها مال قبل از دوران تورمه و ارزش ریال الان چنان اومده پایین که به اصطلاح کلمه استاد دانشگاه حتی معادل فکر میکنم یک توپاله گاو فکر میکنم بیشتر از 8 ریال قیمتش باشه. میتونید برید امتحان کنید، برای سوخت مصرفش بیشتره اون، یعنی قیمتی که سیستم به کلام میده. حالا بگذاریم از این که یه فیلسوف اونجا چه وضعیتی خواهد داشت، یا هنرمندی اگر باشه، یا نقاشی مثلا پیکاسو اونجا تو کشور ما باشه، باید قطعا از گرسنگی بمیره اگر بخواد به فقط هنر نقاشیش به اصطلاح زندگی کنه، چون ارزشی نداره در جهان اسلام. یا یک مجسمه سازی مثلا مثل میکل آنژلو
اون خالق بزرگترین آثار رنسانس اگر تو ایران بود، قطعا اگر نمی کشتنش به خاطر مجسمه هاش حتما به اصطلاح از گرسنگی میمرد. تفاوت سیستم ها رو که میخوام بگم بر اساس نیازهای جامعه ارزش گذاری میکنن روی این تقسیم کارها و زندگی. قطعا فیلسوفان از گرسنگی میمردن و قطعا اگر فردوسی الان زنده بود به خاطر اون شعراش جرم مضاعف داشت. یکی که شاعره که در اسلام برخوردی خاص باشون دارن، دوم شاعری ایرانگراست. این جرم دیگه نابخشودنی است تو این سیستم که بر اسلامگرایی و یک مقدار افتخار به اصل نسب عربی خودشون میکنن کاملا مشهوده. یعنی در حقیقت حکومتی که برای شنیدن حرف مفت 25 تا 26 برابر نسبت به حق و تدریس 250 تا 260 برابر بیشتر از شنیدن حرف علمی پول خرج میکنه، سرنوشتش معلومه، سرنوشت اون ملت معلومه، خیلی روشنه. در ملل عقب مانده آنان که با مشت‌های گره کرده انقلاب میکنن روزی با مشت‌های از هم گسیخته گدایی خواهند کرد. این رو آقای چرچیل گفت و اون جمله معروفتری هم داره که میگه ما دوستان پایدار و دشمنان پایدار نداریم، منافع ملی پایدار داریم. چیزی که در کشور ما مفقوده، یعنی منافع ملی و مسائلی از این دست مفقوده. در صورت امروز ما کاملا این سخن رو در خیابان‌های تهران و ایران میبینیم. اون انسان‌هایی که برای آزادی و رهایی واقعا حرکت کردن، ولی چون با احساس فقط حرکت کردن، با عقل و خرد حرکت نکردن، چنین هزینه سنگینی رو میپردازن. همون دانشگاهیانی که واقعا نقش بزرگی داشتن، اساتید دانشگاه نقش بزرگی در آغاز حرکت انقلاب داشتن، تا جایی که روحانیون برای این که خودشون رو معتبر اعلام کنن میمدن توی دانشگاه ها متحسن میشدن. قطعا بیاد دارید به عنوان مثال تحسنی رو که آقای طالقانی انجام داد توی حوزه دانشگاه بود، چرا که دانشگاه اعتبار اجتماعی داشت. هنوزم این تفکر از گذشته تا انقلاب مانده بود. دانشجو اعتبار اجتماعی داشت، دانشگاهی اعتبار اجتماعی داشت، ولی سرنوشت مملکت و دانشگاه و دانشجو به جایی میرسه که آدم شگفت زده میشه. مطلبی رو یکی از دوستان بسیار عزیزم برام فرستاد که میگه این هنرپیشه‌های هالیوود، سه تا بازیگر معروف هنرپیشه‌های هالیوود، یکی جونیفر لوپز، یکی کیم کارداشیان، یکی جسیکا بایل، با سن جونیفر لوپز 250 میلیون دلار بیمش است. اینا نه به خاطری که ملت به فکر فرو بره، این دانشگاهیان به فکر فرو برن، انقلابیون به فکر فرو برن. ارزش باسن جونیفر لوپز 10 برابر بیشتر از مغزهای متفکر ما هستن. ارزش گذاری رو میخوام بگم. جونیفر لوپز 250 میلیون دلار باسنش بیمه است. کیم کارداشیان 120 میلیون دلار، جسیکا بایل 70 میلیون دلار. مجموعه را حساب بکنید. بعد در کشوری که انقلاب کرده و انقلاب ایمانگرایانه که برای علم ارزش قائل نیست، بودجه پژوهشی کلی دانشگاه‌های ایران که به اصطلاح مغزهای متفکر دانشگاهی ما در اینجا باید تجسس کنن و پیشرفت و ترقی هر ملتی در جهان روی همین بخش استواره. آمریکا را همین بخش و بودجه سنگینی رو که روی همین گذاشتن آمریکا کرده. اینها بودجه اینها به اصطلاح در سال 91 1/4 پول بیمه باسنهای این هنرپیشه هالیووده. همین شما رو به فکر نمیندازه که بر ملت ایران چی گذشته، بر جامعه ما چی گذشته. شما برید پیشرفت‌های ژاپن رو برید ببین، بخش تحقیقات و پژوهشش چه سرمایه‌های 8% گاهن پول بودجه مملکتشون رو میذارن بخش تحقیقات.
تو آمریکا هر شرکتی مهمترین بخش کارش رو روی بخش پژوهش و نوآوری میذاره، از مرسدس بنز گرفته تا شرکت های مختلف دیگه. اون موقع حالا برید مقایسه بکنید وقتی که بخش علم و دانش ما، یعنی در حقیقت ارزش گذاری روی عقل و خرد انسان و دانش و علم انسان این گونه هست، حالا برید شما خودتون مجسم بکنید که چه بودجه های هنگفتی رو برای تولید خرافات به کار میبرن. بودجه های حوزه های علمیه، بودجه های مداحان، بودجه های مساجد، بودجه های امامزاده ها، بودجه های اینها رو هم جمع بکنید، رقمی نجومی و سرسام آور میشه که این کشور با تمام توانش، این دولت مردان، این حاکمیت با تمام ظرفیت های اقتصادی کشور در جهت تولید خرافات حرکت میکنه. برای اینکه این هم زنده کنیم که چگونه هست، چه سرنوشتی ما پیدا کردیم، مملکت ما به کجا رفته، میشه روی این بخش مکس بیشتری من بکنم، بخش مربوط به این تولید خرافات. اما قبل از اون در کتب قدیم هست که بلایی که میخوام سر ما اومده چجوری است. مسافری در شهر بلخ جماعتی را میبینه که مرد زنده ای را در تابوت گذاشتن و به طرف قبرستان میبرن و بیچاره فریاد میزد که خداوندا، پیغمبرا، امامانا، مردمانا، من زنده‌ام، من نمردم و دارن این بلا رو سر من میارن. اما چند ملا که پشت سر تابوت در حرکت بودن میگفتن این پدر سوخته ملعون دروغ میگه، مرده. یعنی زنده داشت فریاد میکشید، اونا میگفتن مرده. مسافر حیرت زده حکایت این مرد رو پرسید چیه که من میبینم زنده است، چرا چیز میکنه؟ ولی ملا میگفت این مرد فاسق تاجری بوده بدون وارث، چند مدتی رفته برای امر تجارت، همون تجارتی که سعدی میگفت آخرین سفرم را به هندوستان، از اونجا به یمن، یمن به فلان، طول میکشه. مسافرت های قدیم چند ماهی طول میکشید، حداقل یک مدار به اصطلاح چند صد کیلومتری رو بخواستی بری و برگردی. این دیدن که خب یک زن خوشگل داره، ملاها یه ثروت زیاد، با هم توافق کردن و چند تا شاهدم درست کردن که شاهد عادل که باشه، که حل خودشون هم که از خودشون عادل تر کسی دیگه نیست. گرفتن این رو مرده اعلام کردن، دستور مرگش رو صادر کردن، مرده اعلام کردن و یکی زنش رو تصاحب کرد، بقیه هم اموالش رو. و به همین دلیلم حالا بعد از اعلام مرگش، حالا چند ماه بعد برگشته به ادعای زنده بودن میکنه. حالا که ادعای این مرد چون 4 عادل شاهد عادل این رو گذاشتن قابل قبول نیست و به همین دلیلم اون شهادت مهمه نه واقعیت. همین بلا رو سر ملت ایران آوردن، همین ملاها زنده دارن میفرستنش تو گور، چون میخوان اموالش مالخور کنن، با قول من زنای خوشگلش هم مصادره کنن و بعدش هم سرداران سپاه اینا رو بفرستن به اصطلاح دبی و تجارت کنن. با توجه به اینها یک جنون تمام عیار بر کشور حاکم شد. حالا شاید در این جلسه من بتونم مقداری از اینها رو توضیح بدم، ولی ادامه میدم. خب جنون خرافه به جای میرسه که مطلبی رو میخوندم که فرار آمریکایی ها از یک بچه 4 ساله. داستان چیه؟ این بچه 4 ساله رفته کربلا، بعد در اونجا آمریکایی ها خب مظهر ظلمن و گویا با انگیزه نفت عراق که نیامدن، با انگیزه تصرف موقعیت ژئوپلیتیک منطقه که نیامدن، آمدن که اون چای سامره رو بگیرن که امام زمان بیرون نیاد. این تفسیری است که آقای احمدی نژاد و داردسته به اصطلاح عالمانی که بر مملکت ما حکومت میکنن این چنین دیدگاهی دارن نسبت به
رویدادهای به این سترگی که حیات و ممات کشور ما به این رویدادها در جوار ما بستگی داره چنین تفسیری میکنن. در صورت در ادامهش هم آمریکایی‌ها طبیعتاً به زوار داشتن ظلم میکردن. یک مرتبه یک برق 250 ولت بسیار قوی از بدن این بچه 4 ساله تشعشع میکنه، میزنه. آمریکایی‌ها برق میگیره و فرار میکنن. الله اکبر. معجزه است دیگه. ذهن معجزه باور و یا ذهن بیمار علم از ما میگیره، چون این حرفای رو به خورد ما میده. و بعدش هم حالا این آدم، این جوان بچه 4 ساله خوزستانی هم هست. بله ما هم خوزستانی هستیم. البته چون معجزاتی بیشتر در قم صورت میگیره. نمیدونم چرا این دفعه خوزستان منطقه نفخیز انگلیسی ها و اینها که با این خرافات هم میانه خوبی ندارن، حداقل اهواز و آبادان. بگذاریم. در تبریز رو دعوت میکنن برای به اصطلاح کارهای چی میگن موسیقی یا بلیط فروشی. در رأس تبلیغات چین بچه ای رو میگن حضور خواهد داشت. این بچه 2 تن آهن رو سینه‌اش میشه گذاشت بچه. خب حالا بعدش هم لازم نیست که اینا رو توضیح کسی به کسی بده، دهن به دهن میگرده و هم الله اکبر شگفتا و الاخر. و یا در خوزستان گوسفند مقدس میشه. توی مملکت ما اگر امام یا خواب امام یا رویای امام به پروپال الاغم بخوره، حیوانم بخوره، مقدس میشه. و وظیفه انسان ها رفتن و سجده کردن به چنین گوسفندی است. چنین گوسفندی هم در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشه که میگن روی شاخش سمت چپ شمشیر حضرت علی آمده بیرون. همین کافیه که این گوسفند مقدس بشه. بلافاصله این موضوع دهان به دهان پر میشه و یک افسانه مذهبی ساخته میشه و سیل زوار و اتوبوس ها به طرف شهر به اصطلاح شهر کوچک شیبان سرازیر میشه. در عرض یک شب صاحب گوسفند میلیونر میشه. کار لازم نیست، تو اینا اینجور چیزا رو تولید کن میلیونر میشی و پیش میبری. و مسائل از این دست، نمونه ها از این دست زیاده. یعنی تو این 33 سال ما در این زمینه شگفتی از خودمون نشون دادیم در جهان، در تولید خرافه، در تولید سخنان نابخردانه تا دلت بخواد، و در تولید زیبایی هم همینجور. میگن گفتن که کسی آمده در کاخ ریاست جمهوری گفته بره احمدی نژاد ببینه. بعد مشاهی دم در بود، پرسیده چی کار میکنی؟ گفتش که داره تو آینه نگاه میکنه و میگه خدا چقدر زیبایی رو دوست داشته که زیبایی آفریده. گفت این به خدا هم داره دروغ میگه. یعنی اینا به خدا هم دارن دروغ میگن، به پیغمبراشون هم دارن دروغ میگن. یعنی دین رو ابزار سلطه و ابزار اینها. و هفته آینده من کوشش خواهم کرد روانشناسی خرافه رو که چجوری پای استبداده و از این طریق در بعد دیگه ترویج خرافه چه رابطه‌ای با استبداد و توتالیتاریسم داره رو سعی میکنم باز بکنم که چگونه پایه های توتالیتاریسم رو محکم میکنه و انسان خرافی چرا استبداد زده است، از وجودش استبداد زده، درونش استبداد زده است. آن برده‌ای که به بردگی فیزیکی میکشوننش ولی درونش آزاده همیشه میل به عصیان داره، همیشه این خطر رو داره که مثل اسپارتاکوس قیام کنه. ولی وقتی که درونی شد بردگی در وجودش، به قول آقای لنین، اون دیگه مطیع مادرزاد میشه. و اینها از ملت ایران که به نام اون مسافر ثروتمندی که بردن اموالش رو چلو پلو کردن، حالا ذهنش هم میخوان فاسد کنن که استبداد ذاتیش بشه. و به خاطر این کار باید فرهنگ نابود کرد، باید تاریخ نابود کرد، اسطوره رو نابود کرد، هویت رو نابود کرد. از این انسان مانکورت به مفهوم واقعی ساخت که حالا در آینده توضیح میدم اون مانکورتی که اینا میخوان
چی است. در صورت سپاسگزارم ازتون و در هفته آینده این مباحث رو پیگیری میکنیم و دنبال میکنیم. پیروز و موفق باشید. شما یک نگاه. یک نگاه. ساعتی با حشمت رئیسی در یک نگاه. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. آنچنان زیباست این بی بازگشت، که از برایش می توان از جان گذشت.